یه دستبند چرم دارم، دوست داری اونو بندازی؟ آره حتما میخواد. من چی میتونم بهت بدم؟ کت و اینجور چیزا دارم، میخوای؟ بچه ها باید به دوستمون حسابی برسیم. تو افتخار این پانسیونی. فردا میای مسابقه مگه نه؟ مگه مارال برای اون مسابقه انتخاب نشده بود؟ خب حالا یه وقتی دیدی آخرین لحظه انصراف داد. باز چی کار کردی؟ گفتم چی کار کردی؟ کاری نکردم. منو نگاه کن، با اون دختره کاری نداشته باش، فهمیدی؟ تو که همه چیت به راهه، با اون دختره چی کار داری آخه؟ از جونشون چی میخوای؟ دستمو ول کن. سرکان چی کار داری میکنی؟ این سوال من باید از شما بپرسم. بابا عاشق یه زن دیگه میشه ولی بعدش برمیگرده خونه. مامانم که با دافنه دست به یکی میکنه که تقلب کنه. بعدش منو مجبور کردین از ایلول جدا بشم. تو این خونه به غیر از خیانت و بدی و دروغ هیچ چیز دیگه ای وجود نداره. خدا بگم چی کارتون کنه؟ همون موقع فیلیپ میخواست به ربکا بگه که عاشقش شده، ولی سوء تفاهم‌ها مثل یک کوه بین اون دوتا فاصله انداخته بود. غرور ربکا جریحه دار شده بود و فیلیپ قلبش. زمان در حال گذشتن بود و صبحانه هایی که اونا میتونستن با هم بخورن، کتاب هایی که میتونستن با هم بخونن و لحظه هایی که میتونستن با هم بگذرونن به دست فراموشی سپرده شد. اونا هر روز از هم دورتر میشدن، طوری که یه روز وقتی ربکا به اطرافش نگاه کرد دیگه فیلیپو ندید. فیلیپ رفته بود. Senin insafın yok mu? Bir güler yüzün çok mu? Dağ mısın taş mısın? Uzak mı? Bu eda bu hal tuzak mı? Hak mısın bana? Yasak mı? Dost musun, düşman mısın? İki gözüm seneler geçiyor, gönül ektiğini biçiyor. Bir selam lütfet, bu ne çok hasret. Gel barışalım artık. Can özüm var geldi, dalları kiraz bastı. 7 kat eller yakınım oldu. Gel kavuşalım artık. از آخر داستان خوشم نیومد. شاید بازم بتونیم با هم بنویسیمش، ولی دوست دارم پایانش خوش باشه. میشه؟
میگم مطمئنی اون دختر لحظه آخر درد سر درست نمیکنه؟ مطمئن. کجا بری؟ اونجا یه میز خالی هست. آره. میگم بچه ها، من چطوری از دل ساغر در بیارم؟ هنوز با هم قهره، اعصاب منو خورد کرده. ببین حتی اینجا هم نیومد. یه خورده بگذره عادت میکنه. تو امشب میری؟ آره، غروب میخوان بیان برگه ها رو امضا کنه. دخترا، میگم تا وقتی ساغر عادت کنه من نرم. نه دیگه چی؟ ما که تنهاش نمیذاریم مگه نه جمره؟ آره. من الان میام. سلام. چه خبر؟ هیچی، تو چه خبر؟ راستی حال بابا چطوره؟ مثل همیشه. شما مارالو دیدی؟ حتما داره حاضر میشه. الو عمو، من ساغرم. میشه منو ببری پیش مامانم؟ نمیدونم، میشه دقیق تر بگی؟ باشه، من الان راه میافتم. باشه. کجا میری؟ امروز مارال مسابقه داره، دارم میرم اونجا. دروغ نگو. شنیدم با یکی حرف زدی، بهش گفتی تو رو ببره پیش مادرت. نه خودم حرفاتو شنیدم. اجازه نمیدم جایی بری. نریمان خانم، نمیتونی جلومو بگیری. ساغر! ساغر! ساغر نرو، اون یه بلایی سرت میاره. هدیه برو دنبالش بگیرش. رفت. بی ارزه. خدایا خودت بخیر بگذارم.